сад афсӯс чунин инсонҳо вуҷуд доранд, хубӣ карда наметавонанд, вале бадӣ мекунанд. Наход инсон то ин дараҷа гумроҳ шавад. Ки гӯяд, паёмбарон дурӯғ мегӯянд. Астағфируллоҳ. Медонем инсон бехато намешавад, вале хато ҳам ҳадду канор дорад. худованд ҳамаи мову шуморо бубахшад. дуогӯ бошед, бародарон. به خاطر سیدی رحم تقاییم را به کار گرفتم. وقتای آخر تقاییم سخنهای کفر آمیز میزند. حتی میگوید که پیغمبرها هم دروغ گویند. نعوذ بالله. خلاصه من تقاییم را از کار پیش کنم یا که در قوتم نگاه دارم. خوب نادری از اول تقاییت فهمون که اگر همین گپ گفته باشه وای کافر است و این نکاحش با همسرش بریده شدگی است و اگر با همین عقیده مرد جنازش درست نیست، این نوار من به او تقاید برته، تقاید به نصیبت ده. اگر اصلاح شود میلش حرمت شکن، خدمت شکن، با او معامله کن. لیکن اصلاح نشود، از این تقاید نصیحتی من است که بور جدا شو. معنای تبرا از دشمنای اسلام بریدن، از او جدا شو. اونش اگرچه وای به حالش. خب لیکن باز خوبه که این فکر من است دادر عزیز، لیکن اسلام شما را به خاطر آنکه او کافر است بریدن اجازت نمیدهد. قرآن در خدا میگه صاحبهما فی الدنیا معروفه. پدر و مادر، تقایق، عم خاله، عمکی کافر هم که باشد در دنیا به اونها معامله خوب کنه. خوب فهمانش ملایم من که باشم سلام علیکم نمیگم خیلی تغییره. لیکن اسلام دینی باز رحم است. خدای مهربان داریم. شاید با نصیحت شما اصلاح شود. فرمانش خوب یا چی یاردمش کردن گیر از معامله خوب شما شاید اصلاح شود، از این گپ‌هاش باز ایستاد، پشیمان شود و توبه کند. لیکن اگر دیدی که همون طغیانش زایید است، از امراش نمیگردد، او را زجرن برای سیاست محرومش کن چند وقته تا که اصلاح شود. قرآن میگه هرگز مؤمن حقیقی با کسی که دشمن خدا است، دشمن پیغمبر است، دشمن اسلام است، دشمن قرآن است دوستی نمی کند. اگرچه پدرش باشد، اگرچه مادرش باشد، اگرچه فرزندش باشد و حتی دادرش باشد. حکم قرآن همین است. بنابراین فرمانش شاید اصلاح شود. او گوکی شوخی نداره. پیغمبرها بهترین انسان هستند. کسی پیغمبرها را نسبت می‌دهد به گناه والله کافر میشود. الانبیاء معصومون عن الکبائر و الصغائر. پیغمبرها معصوم از گناه هستند، نه گناه کبیره نه گناه صغیر، هیچ کدام کردگی نیستند. به نصیبه خدا در تپی سرزن به پیغمبر چی کار داری؟ این است. بعضی انسان ها بسیار لجوج می شوند. خدا پناهی از اینها. بابا ایشان من یک خواهر اسلامی شما از ناحیه غرب هستم، از قشلاق شهر نو. از پروردگار برای شما همیشه دعا میکنم، تن صحتی و خاطر جمعی و مانند شما بارین عالم ها را خداوند همیشه در جمهوری ما نگه دارد. و خوب بعد از سخنهای زیاد این خواهر اسلامی ما چی گفته است؟ من دو سوال دارم. یکم سوالم همین که بابایشان قاشچیندن در اسلام درست است یا نه؟ بعضی هم میگن که در نزد شوهر درست است. بابایشان شما انیقش گویید. نه دادر از خواهری عزیز درست نیست. نه در پیش شوهر نه در غیر شوهر چیدن قاش حرام است. آری اگر در ریش پیدا شود در منع دیگر جاده چیندنش اجازت دادیم فقها. اما بعضی زنها رو میبینن روهاشان موهای میده است تازه میکنن، قاشاشون باریک میکنن. این حرام است. قاش وقتی که از حد زیاد غفص و دراز باشد بعضیا کوتاه کردنش اجازه، اما چیدنش حرام است. رسول اکرم لعنت کردن لعن الله النامسة و المتنمسة. خدا لعنت کند زن را که قاش میچیند و خدا لعنت کند زن را که متخصص این ساحه است. بنابراین خواهر قیامتی نکن. زیبایی شما باز میگم قاش باریکی شما نیست. زیبایی شما آداب شماست. زیبایی شما حیای شماست. زیبایی شما هنرمندی شماست. زیبایی شما خانداری شماست. زیبایی شما شوهر دوستداری تان است. زیبایی شما فرزند خوب تربیت کردن است. سعدی فردوسی بزرگوار میگه زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند زایند شیرانی نر. زر هنرش قاشچینی نیست،
زن هنرش کاسمتیکی کنی نیست، زن هنرش موی پیوند کنی نیست، زن هنرش خانشینی است، شوهر تربیه کنی است، فرزند خوب به جامعه تقدیم کردن است. این از هنری زن. قرار قیامتی از این کاری که وظیفه فاحشه هاست، وظیفه یهودی هاست، شما خودتان نگه دارید. زنهای زمان پیغمبر خاش نمیچیندن، دخترای پیغمبر خاش دختر امام اعظم خاش نمیچین. امام اعظم که دختر نداشت، لیکن به هر حال میگم اینها خاش نمیچیندن. اگر رفت شما تلویزیون ایران یا عرب تماشا کنه که زنها دیکتاراشان خاشینها همون بی آداباش هستند. اگر شما حقیقی مسلمانای زنهای با حیای ایران بینه، اونها خاشاشان چیندگی نیست، فقط همون زنهایی که از ضرور آمد حجاب کردی از زورشان آمده ترسان، اونا رو خاشاشان چیندگی است. اما زنی که عالمه است و متدین است، اونها خاش نمیچینند. سوال دیگه من همین است که بابا جان نام من فیروزه است، همین نام من درست است یا نه؟ اگر درست نباشد نام من را عوض کنید و دعا کنید که خداوند پدر و مادر من را به زیارت خانه کعبه رفتن نصیب کند و در حق من دعا کنید که خداوند حافظ قرآن شود. خوب قاری عزیز، هر مرادی که داره خداوند شما را به مقصودتان رساند. و دیگر درباره نامتان باشد، نام شما نام درست است، نام خوب است، شما افتخاری به نامتان کنید، نام زیبایی داره. خداوند همیشه زیبا باشید و فیروزه باشید. بابا ایشان مادر من 4 سال می شود که بیمار است، راه گشته نمی تواند. از شدت بیماری یک روز روزه داشته، دیگر روزه داشته نتانیست. ماه رمضان را افطار کرد. من چیکار کنم؟ از شما احترامانه خواهش میکنم که با همراه برادران اسلامی در حق مادر من دعا کنید شفای و خداوند مادر عزیزم و دیگر بیمارای عاشقان مدرسه محمدی را خداوند شفای کامل عاجل از اون بیمارای ما را شفا نصیب کند. خوب وقتی که مادر عزیز رمضان گرفتن تا نیست، شما 29 روزه که روزه گرفتن تا نیست، فدیه شمیتید، یعنی هر روزش ده 3 سوم حساب کنید، یک کمبغل همسایه تانتید. انشاءالله وقتی که صحت شد، کی وقتی با میتونه قضایش گیرد، اگر رفت و قوت نکرد از گردن او با فدیه دادن روزه ساقط میشد. به خاطر سیدی رحم تقاییم را به کار گرفتم، وقتای آخر تقاییم سخنهای کفر آمیز میزند، حتی میگوید که پیغمبرها هم دروغ گویند. نعوذ بالله. خلاصه من تقاییم را از کار پیش کنم یا که در قوتم نگاه دارم. خوب نادری از اول تقاییت فهمون که اگر همین گپ گفته باشه وای کافر است، وای نکاحش با همسرش بریده شدگی است، و اگر با همین عقیده مراد جنازش درست نیست، این نوار من به او تقاید برده، تقاید به نصیبت ده. اگر اصلاح شود میلش حرمت شکن، خدمت شکن، با او معامله کن، لیکن اصلاح نشود از این تقاید نصیحتی من است که بر جدا شد. آنهای تبرا از دشمنای اسلام بریدن، از او جدا شد. اونش اگرچه وای به حالش خوب، لیکن باز خوبه که این فکر من از نادر عزیز، لیکن اسلام شما را به خاطر آنکه او کافر است بریدن اجازت نمیدهد. قرآن در خدا میگه صاحبهما فی الدنیا معروفا، پدر و مادر، تقایق، ام خاله، امکی کافر هم که باشد در دنیا به اونها معامله خوب کنه. خوب فهمانش ملایم من که باشم سلام علیکم نمیگم خیلی تغییره، لیکن اسلام دینی باز رحم است، خدای مهربان داریم، شاید با نصیحت شما اصلاح شود. فرمانش خوب یا چی یاردمش کردن گیر از معامله خوب شما، شاید اصلاح شود، از این گپهاش باز ایستاد، پشیمان شود توبه کنند. لیکن اگر دیدی که همون طغیانش زایید است، از امراش نمیگردد، او را زجرا برای سیاست محرومش کن چند وقت تا که اصلاح شود. قرآن میگه هرگز مؤمن حقیقی با کسی که دشمن خدا است، دشمن پیغمبر است، دشمن اسلام است، دشمن قرآن است دوستی نمی کند، اگرچه پدرش باشد، اگرچه مادرش باشد، اگرچه فرزندش باشد و حتی دادرش باشد. حکم قرآن همین است. بنابراین فرمانش شاید اصلاح شود. او گوکی شوخی نداره، پیغمبرها بهترین انسان هستند. کسی پیغمبرها را نسبت می‌دهد به گناه والله کافر میشود.
الانبیاء معصومون عن الکبائر و الصغائر. پیغمبرها معصومی از گناه هستند، نه گناهی کبیره نه گناهی صغیره، هیچ کدام کردگی نیستند. بی نصیبه خدا در 23 روز به پیغمبر چی کار داری؟ این است. بعضی انسان ها بسیار لجوج می شوند. خدا پناهی از اینها. بابا انشان من یک خواهر اسلامی شما از ناحیه غرب هستم، از قشلاق شهری نو. از پروردگار برای شما همیشه دعا میکنم، تن صحتی و خاطر جمعی و مانند شما بارین عالم ها رو خداوند همیشه در جمهوری ما نگه دارد. و خوب بعد از سخنهای زیاد این خواهر اسلامی ما چی گفته است؟ من 2 سوال دارم. یکم سوالم همین که بابایشان قاشچیندن در اسلام درست است یا نه؟ بعضی هم میگن که در نزد شوهر درست است. بابایشان شما انیقش گویید نه دادر از خواهری عزیز درست نیست، نه در پیش شوهر نه در غیر شوهر چیدن قاش حرام است. آری اگر در ریش پیدا شود در منع دیگر جاده چیندنش اجازت دادیم فقها. اما بعضی زنها رو میبینن روهاشان موهای میده است تازه میکنن، قاشاشون باریک میکنن، این حرام است. قاش وقتی که از حد زیاد غفص و دراز باشد بعضیا کوتاه کردنش اجازه، اما چیدنش حرام است. رسول اکرم لعنت کردن، لعن الله النامسة و المتنمسة. خدا لعنت کند زن را که قاش میچیند و خدا لعنت کند زن را که متخصص این ساحه است. بنابراین خواهر قیامتی نکن. زیبایی شما باز میگم قاش باریکی شما نیست. زیبایی شما آداب شماست، زیبایی شما حیای شماست، زیبایی شما هنرمندی شماست، زیبایی شما خانداری شماست، زیبایی شما شوهر دوستداری تان است، زیبایی شما فرزند خوب تربیت کردن است. سعدی فردوسی بزرگوار میگه زنان را بود بس همین یک هنر، کشینن زایند شیرانی نر. زن هنرش قاشچینی نیست، زن هنرش کاسمتیکی کنی نیست، زن هنرش موی پیوند کنی نیست، زن هنرش خانشینی است، شوهر تربیه کنی است، فرزند خوب به جامعه تقدیم کردن است. این از هنری زن. خواهرای قیامتی از این کاری که وظیفه فاحشه هاست، وظیفه یهودی هاست، شما خودتان نگه دارید. زنهای زمان پیغمبر قاش نمیچیندن، دخترای پیغمبر قاش دختر امام اعظم قاش نمیچین. امام اعظم که دختر نداشت، لیکن به هر حال میگم اینها قاش نمیچیندن. اگر رفت شما تلویزیون ایران یا عرب تماشا کنه که زنها دیکتاراشان قاشینها همون بی آداباش هستند. اگر شما حقیقی مسلمانای زنهای با حیای ایران بینه، اونها قاشاشان چیندگی نیست. فقط همون زنهایی که از ضرور آمد حجاب کردی از ظهرشان آمده ترشان، اونا رو قاشاشان چیندگی است. اما زنی که عالمه است و متدین است اونها قاش نمیچینند. سوال دیگه من همین است که بابا جان نام من فیروزه است، همین نام من درست است یا نه؟ اگر درست نباشد نام من را عوض کنید و دعا کنید که خداوند پدر و مادر من را به زیارت خانه کعبه رفتن نصیب کند و در حق من دعا کنید که خداوند حافظ قرآن شود. خوب خواهر عزیز، هر مرادی که داره خداوند شما را به مقصودتان رساند. و دیگر درباره نامتان باشد نام شما نام درست است، نام خوب است، شما افتخاری به نامتان کنید، نام زیبایی داره. خداوند همیشه زیبا باشید و فیروزه باشید. بابایشان مادر من 4 سال می شود که بیمار است، راه گشته نمی تواند. از شدت بیماری یک روز روزه داشته، دیگر روزه داشته نتانیست. ماه رمضان را افطار کرد. من چیکار کنم؟ از شما احترامانه خواهش میکنم که با همراه برادران اسلامی در حق مادر من دعا کنید شفای و خداوند مادر عزیزم و دیگر بیمارای عاشقان مدرسه محمدی را خداوند شفای کامل عاجل از اون بیمارای ما را شفا نصیب کند. خوب وقتی که مادر عزیز رمضان گرفتن تا نیست